جواد الأوصياء جد على من أتى باب المراد الهاشمية. أنت نور فاض من طه فما كنت إلا مثل طه نبويا. كم تجلى فيك آي للهدى من كتاب الله قد كان خفيا. فيك من موسى وعيسى شبه وغلام فيه بشرى زكريا. أولست مثل يحيى آية حينما قد أوتي الحكم صبيا. أولست مثل يحيى آية حينما قد أوتي الحكم صبيا. كيف ناظرت شيوخ الدين في مجلس الفتوى قد كنت فاتيا. فتبدى منك علم معجز من رسول الله إذ كنت الوصيا. فتعاليت ولا غرو إذا جعل الله بك الدين عليا. مأمون به صورتی غیرعادی فضیلت امیرالمومنین را اشاره می‌دهد. بله و من میدانم چرا. همان گونه که بنی عباس سرقت کردند شعار الرضا من آل محمد را از شیعیان و خودشان به حکومت رسیدند، او میخواهد امیرالمومنین علی علیه السلام را هم به نفع خویش مصادره کند. او میگوید امیرالمومنین یک پسرعمو بود برای پیامبر صلی الله علیه و آله و ما پسرعموی دیگر. اما شیعیان با وجود امام معصوم فریب او را نمیخورند. در این مسیر آنچه که میخواهد توسط مأمون مغفول بماند نقش کوثر آل محمد صلی الله علیه و آله است تا سادات فاطمی را با توجیهات شرعی به انزوا بکشاند. میراثدار وصایت رسول خدا منتخب از جانب خداست و کسی نمیتواند ادعا کند چون من ذریه رسول خدا هستم پس امام هستم. و زهرای مرضیه نیز منتخب خداست جهت ام الائمه بودن برای امامان مطهر. او به من اهمیت نمیدهد عمه جان. مادر پسرش علی را بر من ترجیح میدهد. من دختر مأمون هستم و او یک کنیز. نگو دخترم، همه ما آدم هستیم و آدم نیز از خاک است. تا حال ندیدم که او در حق تو کوتاهی کرده باشد. مرا تنها میگذارد و میرود. ام فضل، همه ما با تو هستیم، اما میدانی که پسر برادرم مسئولیت‌های بزرگ و سنگینی دارد. سعی کن مانند بزرگزادگان صدر اسلام باشی، همچون ماریه قبطیه که بزرگزاده بود اما برای یک زن مسلمان الگویی از ایمان بود، و یا بانو خدیجه مادرمان که یک زن اشرافی بود اما به خانه همسر که آمد یک زن مسئولیت پذیر شد. پس خشم و عصبانیت تو را به گناه نکشد دخترم. او همسر و پسر عموی توست و تو دختر خلیفه و حاکم مسلمین می باشی، پس الگویی برای دیگران باش. عمه جان، زندگی من در اینجا جهنم است. کجاست بغداد و رفاه و آسایش زندگی در آنجا، در قصر مجلل که پر از نوکران و کنیزان و خدمتکاران است؟ دخترم، آیا چیزی کم داری؟ نه، بلکه آری، هم کم بود دارم هم ندارم. چقدر بدبختم. الله اکبر.
دختر مأمون اختیار داره تمام مسلمانانم. پدرم همه چیز را به دست آورد با همتش. من نیز دختر همون مأمونم، پس با هر وسیله‌ای به آرزوهایم خواهم رسید. ام فضل، شیطان را در خود راه مده. به من بی‌توجهی میکنی پسرمو؟ من به تو بی‌توجهی نمی کنم، بلکه تو میگویی من دختر امیر مأمون، پادشاه مسلمانان و صاحب مشرق و مغرب و خلیفه زاده و پرورش یافته کاخها هستم. پس خانه محمد ابن علی کجا و کاخهای پدرم کجا؟ و این اعتقادات سرچشمه ای از ایمان و تقوای الهی ندارد. فقط مادر فرزندت. تو نسبت به مادر فرزندم از زمانی که باردار شد کینه می‌ورزی، در حالی که من با او ازدواج کردم و او فرزندم علی را به دنیا آورد. به کنیزی کینه ورزم؟ این را هرگز تکرار مکن، چرا که تو و نیز پدر و پدر بزرگت کنیز زاده اید و همانا دین ما بین مردم بر اساس فطرت سالم برابری ایجاد کرده است. همه مردم از گل هستند، همه در ابتدا نطفه، سپس خون بسته، سپس پاره‌ای گوشت بودند. بعد از آن شما را در رحمها به هیئت انسان درآورد خدای متعال و هیچ کس نسبت به دیگری جز با عمل نیک خود برتری ندارد. هیچ برتری از عرب بر عجم نیست مگر در تقوا. همه مردم یکسان و مساوی اند، همانند دندانه های شانه. همه ما از نسل آدم هستیم و آدم از خاک است. اما تو به من بی‌توجهی میکنی. نه ام فضل، بلکه من مشغله های بیشماری دارم، پس مرا در انجام آنها کمک کن که این واجب دینی توست. اینکه از شوهرت اطاعت کنی و او را در کارهای نیکش کمک کرده و در غیابش خانه را حفظ کنی. پس دست از نادانی بردار و زندگیت را چنان سخت مکن که رهایی از آن دشوار باشد. خدایا، چرا مرا با اون مصیبت زده کردی؟ ای کاش به جای او جان مرا میگرفتی. لا حول ولا قوة الا بالله. این گونه خود را خواهی کشت برادر؟ ای کاش جان مرا میگرفت و صالح را رها میکرد. صبر بر مصیبت لازم است. امت به شما احتیاج دارند. محمد ابن علی ابن رضا را میخواهم. احضارش کنید. این گوشه ای از صدای خداوند به توست، به خاطر جنایتی که با دستانت مرتکب شدی ای پسر رشید. ای خدا، چرا داغ برادرم صالح را بر دلم گذاشتی؟ پروردگار، چه زود مرا مکافات دادی. قرار ما بود که بگذاری برای قیامت، پس چه شد؟ ای کاش زمان برمیگشت.
و به پدرت چیزی میگویی که حقیقت ندارد. ام فضل، این سخنان شایسته تو نیست. من به او چیزی نگفتم. ما هیچ ستمی به تو روا نداشتیم و همواره چیزی جز احترام از ما ندیدیم. پس چرا در نامه‌هایت برای او می‌نویسی که من همواره به وسیله کنیزان از تو کم می‌گذارم، که پدرت نیز در جواب به تو بگوید ما تو را به همسری ابو جعفر در نیاوردیم تا حرامی را بر او حلال یا حلالی را بر او حرام کنیم. از این کار دست بکش ام فضل. چگونه فهمیدی؟ من به تو گفته و میگویم که علم ما از نزد خداست، اما تو به خود میگویی شگفتا بر پدرم که مرا به ازدواج یک ساحر درآورد. چه بگویم؟ خداوند هدایتت کند ام فضل. یا الله. من بدبخت‌ترین زن دنیا هستم، اما خداوند گفته مکر زنان بزرگ است. به مقصودم میرسم خواهی دید. نظرت درباره مرگ برادرم صالح چیست ابن ابی داوود؟ خدایش رحمت کند. توانایی خلافت را داشت اگر زنده میماند؟ او کسی را نتوانست بکشد. متوجه منظورت شدم. پس بعد از خلیفه چه باید کرد؟ گمان نمی کنی مأمون فکرش را کرده باشد؟ واضح تر بگو. عباس پسر مأمون بزرگ شده ای امیر. قابلیت خلافت دارد؟ مرا چه کار به دخالت در کار خلفا؟ تو در امانی. سرم را ارزان نمی فروشم ای امیر. تا خدا چه خواهد ای فقیه. تو سزاوارترینی. پس یاریم خواهی کرد در این راه پرخطر. پسرم و مولای من، مرا ببخش. تو را به چیزی نسبت دادم که شایستت نیست. باشد. بر اقامه نماز و قرائت قرآن مداومت داشته باش تا کینه و حسد از قلبت بیرون برود. مهیا شو ام فضل. برای چه سرورم؟ پدرت چشم به راه ماست و با اصرار و پافشاری بسیار خواسته به سبب اشتیاق به دیدار ما نزدش برویم. چقدر این سخن مرا شادمان کرد مولایم. سلام بر عمویم. سلام بر برادرزادم جعفر. از اوضاع چه خبر داری؟ خوب است. سر قولت هستی؟ آری. ابن رضا را فراخوانده. از کارهای ناگهانی پدرم سر در نمی آورم. شاید خواهرم اصرار کرده باشد. از این کار پدرت نگرانم. برای چه؟ او دامادش است دیگر. میترسم همان کاری را بکند که با پدرش کرد. نکند شما هم پدرم را متهم به قتل می کنید. یاوه را واگذار جعفر. اگر پدرت بخواهد محمد ابن علی ابن موسی را ولیعهد کند چه؟ خواهرت باید بداند. وليس قولك من هذا بضائره العرب تعرف من أنكرت والرجم هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله بجده أنبياء الله قد ختموا. سرورم، دامادتان ابن رضا در بغداد است. کجا اسکانش دادید؟ همانطور که ام فرمودید، در کاخ احمد ابن یوسف.
خبر بده هرگاه دوست می‌دارد ببینمش. چشم سرورم. خلیفه آن همه به ایرانی ها میدان داده. نمیدانم این بابک خرمدین چه مرگش است که با خلیفه ایرانی تبار می جنگد. رومی ها به شدت کمکش می کنند و خلیفه او را دست کم گرفته. از عبدالله پسر طاهر والی مصر به مأمون خلیفه مسلمین. سرورم، آنچه را که از من خواسته بودید انجام داده و همه امور محوله اجرا شد. زگیل نافرمانی و سرپیچی نیز برداشته شد و این مصر است، سرزمین امنیت، سرزمینی که بر زبان مردمش شکر خلیفه جاری است. ای کاش از اینجا دیدار کرده و خود به عین حال و هوایش را مشاهده می نمودید. و سلام علیک. انسان بی‌نظیر و عجیبی است عبدالله ابن طاهر. هر مشکلی به دو واگذار کردم حل نبود. سرورم آیا پدرش نیست؟ بی‌نظیر نبود؟ آری، او پایه های حکومت مرا استوار کرد. با سم به قتل رسید. به راستی که او را به قتل رسان سرورم؟ مسئله بابک گسترش یافته. از این بیم دارم که بر فارس بلکه بر تمام مشرق چیره شود. هر گروهی به سوی او فرستادید آن را از هم پاشید و فرماندهشان را به قتل رساند. میخواهم ببینم حجیف ابن انبسه را. گویا برادرت میخواهد تو را به امارت مصر بفرستد و اینجا را برای خلافت عباس آماده کند. البته اگر برادرم به جنگ روم برود شاید از من بخواهد همراهش به روم بروم تا با او باشم. پس مهیا باش. توصیه تو چیست؟ دایه های ترکت را به خودت نزدیک و گروهی را پیرامون خود تقویت کن تا اگر خواست را برکنار کرده و یا پسرش را به ولایت برساند کسی را در کنارت برای پشتیبانی و غلبه بر دشمن داشته باشی. تا بر مسند حکومت است اطاعتش کن. چه کسی پشتیبان عباس است؟ حجیف ابن انبسه و پارسیان. دیگر چه؟ با فرزندان طاهر دوستی کن و با آنان نزدیک شو تا از تمام پارسیان در امان بمانی. ابن اکسم به او کمک میکنه. آری، قصدش ولایت عهدی عباس و دور کردن تو از اوست. اگر تو از یاری ما دریغ نکنی یقینا جایگاهی برایت قرار خواهم داد که مطلوب توست. خوشنود خواهی شد. سخنی دیگر بگو. میگویم ابن زیاد آفریده شده که دست راست سلطان باشد. توصیفش کن. او شخصی سنگدل، خسیس و پست است. به نفع یا ضرر ماست؟ به نفع ما. بگذار با ما باشد به هر طریقی که مایل است. ابن اکسم، میگویی با بابک چه کنیم؟ بابک به پشتیبانی روم، کوهستان‌های بلند، شجاعتش و هوش سرشارش پیش می رود و شما افرادی را به جنگش می فرستی کم هوش و حواس، ناتوان و بی تجربه، لذا شکست می خورند چون کارآمد نیستند. به نظر من کسی مثل طاهره ذوالیمینین برای این کار خوب بود که او هم مسموم و کشته شد. البته پسرش عبدالله هم نیروی کارآمد است. نصر ابن شبس را به تسلیم واداشت. توصیه میکنم او را برای جنگ با بابک فرا بخوانید و نگران نباشید که با بابک همدست شود، چون هر دویشان در سرزمین فارس طمع دارند. خودتان هم به جنگ روم بروید. به شما قول میدهم سرورم که این بهترین تدبیر برای رهایی از چنین فتنه است. بدون شک و تردید چاره این است. گاهی با یک
تدبیر ساده مشکلات بسیار پیچیده حل می گردد. آسوده باشید سرورم. همچون همیشه شما فاتح می شوید. ابن اکثم باید مقتدر باشی تا کسی در ملکت طمع نکند. اگر بتوانم قوی ترین دشمن خود را مهار کنم، عبرت همگان می شود. بنابراین باید خود را مهیا کنم برای یک جنگ بزرگ با روم. الان به عبدالله ابن طاهر خوشبینم، اما قدرت وسوسه برانگیز است. سرورم، نامه ای از خراسان. چه شده سرورم؟ پریشانت میبینم. بابک فرمانده سپاهمان را به قتل رسانده. سهیل کشته شد؟ لا حول ولا قوة الا بالله. لا حول ولا قوة الا بالله. و احمد ابن جنید قائم مقام او اسیر شده و نیز محمد ابن حمید توسی فرمانده قوای امداد هم به قتل رسیده و سپاهش پراکنده شده. عبدالله را از مصر فرا میخوانم. او را به جنگ بابک میفرستم، خود نیز به جنگ روم میروم. مسئله بسیار بزرگی است. همینجا در بغداد بمان، به مدینه برنگرد. پدرمان نمیگذارد با همسرم مخالفت کنم. طلاق بگیر. چه میگویی؟ پدر راضی نمی شود. میدانی که این وصلت برایش چه معنایی دارد؟ پس میخواهی چه کنی ام فضل؟ باید پدرم رو راضی کنم که او را در بغداد نگه دارد. سعیت را بکن خواهرم، به هر حالی حامی تو هستم. در بخشش بر رعیت پشیمان مشو و بر کیفرشان شادی مکن. سعی کن خود را از خشمهای پیش آمده برهانی و مگو مرا والی ساختند پس فرمان میرانم و باید از من اطاعت کنند. چه این کار دل را سیاه کند و دین را پژمرده و تباه و موجب زوال نعمت است و نزدیکی بلا و آفت. خداوند به تو جزای خیر دهد. پدرم جوانی مرا تباه کرد. امشب باید کارش تمام شود. کاری کنم که خود با دست خودش محمد بن علی را بکشد. او میتواند. او عمویم امین، علی ابن موسی، فضل ابن سهل، محمد ابن جعفر و طاهر را کشت. او میتواند. او میتواند. پدر، میدانی ابو جعفر به چه میاندیشد؟ خلیفت نمیداند، خود را امام میداند و تو را و پدران تو را لعن میکند.
ادعای امامت داری و برای خودت چه می شود؟ یاسر یاسر سرورم چرا میلرزی مانند کسی که جرمی مرتکب شده؟ چه جرمی سرورم؟ من که کاری نکردم، بلکه کار شما بود سرورم. چه میگویی یاسر؟ شما دیشب ابن الرضا را به قتل رساندید سرورم. ام فضل به نزد شما آمد و از ایشان شکایت کرد، سپس شما تیغ کشیدید و ایشان را نزد او برو، از حالش خبر بگیر. ای وای بر من، اگر او را کشته باشم مرگ من هم به زودی حتمی خواهد بود. وای بر من، وای به خدا سوگند میکشمت دختر. وای چه کردی مأمون، وای بر تو چه کردی. مولایم چه میخواهی یاسر؟ نمیدانم چه بگویم. آن پیراهنت را به من میدهی مولایم؟ قرار بین من و او چنین بود یاسر. به من حمله میکند؟ آیا نمیداند کمک و مانعی دارم که مرا از گزند او حفظ مینماید؟ به خدای کعبه عقلش از مستی زائل شده بود. مست بود، آری مست. سرورم، او را زنده یافتم. از او پیراهنش را خواستم و گفت قرار بین من و او این گونه بود. در مورد وارد شدن با تیغ به اتاق او یاد دارم. غیر از اینها چیز دیگری به یاد ندارم. خدا رحمتت کند ام فضل. به خدا سوگند از امروز اگر از او گله و شکایتی کنی یا بدون اجازش از خانه خارج شوی تو را خواهم کش. سرورم، نزد ابن الرضا برو، سلام مرا به او برسان. 20,000 درهم و اسبی که دیروز سوار آن شدی به او تقدیم کن و سپس به بنی هاشم امر کن که نزد شوند و از او دیدار کنند. برو. اطاعت مولایم.
به مدینه میروم و زندگی را هم بر محمد ابن علی هم بر پدرم حرام میکنم، اما نمیدانم با سحر او چه کنم. ای پسر رسول خدا، از او بگذر. قسم به جدت رسول الله، عقلش زائل شده بود، نمیفهمید، نمیدانست کجای زمین خدا قدم میگذارد. سوگند خورده و نذر کرده که دیگر شراب ننوشد. پس مولای من، اگر به دیدارش آمدی چیزی را به او یادآوری نکن. خود نیز چنین قصدی داشتم. دختر مأمون نیستم اگر کار ناتمام پدرم را تمام نکنم. یاریم کن جعفر، به قولت وفا کن. پسرمو، تقاضایی دارم. بگو، گوش میکنم، بگو. برای جنگ با رومیان هرز میخواهم. باشد، هرزی برایت مینویسم که تو را در جنگ با رومیان حفظ کند و پیروز بازگردی. ابتدا وضوی با توجهی میگیری. 4 رکعت نماز بخوان. در هر رکعت بعد از حمد 7 مرتبه آیت الکرسی، سپس 7 مرتبه شهد الله، 7 مرتبه سوره شمس، 7 مرتبه سوره واللیل و 7 مرتبه توحید میخوانی. سپس آن را بر بازوی راستت ببند. نباید موقع طلوع ماه قمر در برج عقرب باشد. اگر به آن عمل کنی، به جنگ رومی ها بروی، با اجازه خداوند پیروز باز خواهی گشت. پس آن را با خط خودت بنویس و برایم بفرست. پس از آن امام جواد علیه السلام به مدینه منوره بازگشت، در کنار جدش و به نزد اهل بیت و فرزندان و همسرش. ام فضل نیز همراهش بود. مأمون در حالی که حرز امام را همراه داشت به جنگ با روم رفت. پس با تئوفیل جنگید و بر او پیروز شد، یک پیروزی قاطع. سپس غنیمت‌ها گرفت و هزاران نفر را به اسارت درآورد و آنها را با اسیران مسلمان تعویض نمود و مازاد آنها را آزاد کرد، تا اینکه به رودخانه‌ای در رقه رسید. در آن هنگام به تب دچار شد. چه زود وقتش فرا رسید. وای بر من به روز حساب. کار من تمام است. قتل رضا کفایت می کند برا تا کنار هامان و فرعون باشم. وصیتی برایت نوشتم، تو را به خدا سوگند می دهم با خانواده هم به نرمی مدارا کن.